طبیعی است که در زندگی از دیدن بعضی چهره‌ها البته طبع کس تغییر می‌یابد. انسان خرسند می‌شود، خوشحال می‌شود و بریده می‌گردد. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز در مهمانی ما حضور دارند استاد عالی قدر ما، استاد ارجمند ما، رئیس شورای علمای دینی ولایت سوغد، استاد حاجی حسین موسی‌زاده. السلام علیکم. سلام. استاد خدمتتون رو خیر مقدم می‌گویم. تشکر، سلامت باشید. از دیدار مبارک شما، از سیمای مبارک شما خیلی خرسند هستیم. سلامت باشید. سلامت باشید. استاد ارجمند، گفتنی هستم که ما با تشبوس مرکز خصوصی دندانپزشکی صدف یک برنامه رو روی کار آورده ایستادیم که نام گرفته است چراغ تابان. چون در زندگی بعضی انسان ها رو ما اگر با چراغ تشبیه دیم، روشنی گوییم، اشتباه نمیکنیم، زیرا یک نوری مخصوصی خود را دارند. خب وابسته به همین نامگذاری برنامه ما اندیشه شما استاد. محترم تماشابینان عزیز، اولا السلام علیکم. البته میگویند که هر یک چیز وقتی که نامگذاری می شود، از همان نامش صفتی همان کار یا که شخصیت باشد، انسان با کدام نام یا که برنامه باشد. مثلا از قدیم الایام در ادبیات هزار ساله ما کلمه هایی که بسیار استفاده می شود، این خورشید تابان، شمس تابان، ای شمس تابان، ای خورشید تابان، این اشاره ها می شود. یعنی وقتی که چراغ تابان میگویند یا که شمس تابان میگویند یا خورشید تابان میگویند، هدف آن است که همان یک چیزی که روشنی کننده است، یعنی آینده ملت را روشن میکند. یک چیزی که نافهمه هست، آن را مفهوم آن را بیان میکند. من البته امید دارم که این برنامه چراغ تابان بسیار چیزها را روشن میکند. اون چیزهایی که نامعلوم است، تاریخی که ما در هزار سالها گذراندیم، از سر گذراندیم، ملت ما گذرانده است، آن را روشن میکند. کارهای مردم را روشن میکند، شخصیت ها را روشن میکند. این یک بهترین نام است. البته انسان ها به دنیا می آیند، بعضا برای خودش زندگانی می کنند. یک عائله خودش را نگهبانی کرده می تواند، عائله خودش را آباد می کند. بعضی انسان ها هستند که آنها یک شهر، یک ولایت، یک جمهوری، دنیا را پیش می برند. این خیلی شخصیت ها هم در دنیا زیاد هستند. لیکن وقتی که انسان منفعت مردم را پیش نظر می آورد و خدمت می کند و جمعیت و جامعه خود خدمت می کند، و بهترین انسان است. مثلا ما وقتی که حاضر درباره مؤسسه مثلا صدف دندانپزشکی گفتیم، در بسیار جایها ما صحبت می کنیم با مردم. در اکثر جایها درباره دکتر نعیم جان تورایف من یک عبرت می بیارم که کسی و دیگرها یک عبرت هستند. خیلی بسیار آدمان هستند که طبیب هستند یا معلم هستند یا دهقان هستند یا در یک خدمت می کنند، لیکن هم طبیب شده، ساحه خودشون بسیار به یک درجه اعلا رسانده، باز کارخانه تشکیل کرده، مردم رو مثلا با کار تامین کرده، آدمان مثلا معالجه کرده. غیر تخصصی خودشون همکاری با اهل فرهنگ، من خبر دارم که کس دکتر نعیم جان با اهل فرهنگ بسیار همراه هستند، خودشان هم فرهنگی هستند، صوت و آواز خوب دارند. غیر از آن محبت به سخن، محبت به خواندن سرود دارند. این هم یک چیزی خداداد است. وقتی که انسان حرکت میکنه می شود. وقتی که انسان اگر یک کار را مثلا پیشه گیرد و در آن متخصصی با قوت باشد، در دیگر کار هم میتواند که
پیش‌صف باشد. مثلا غیر از اون من شاهد هستم که بسیار اهل صنعت را دوست می‌دارند و دستگیری می‌کنند و اکثر چیزهایی که مثلا برای همین پیشرفتی معنویات مردم خدمت می‌کنند. خود جایی که نشستیم این هم یک جایی است که برای آینده ملت خدمت می‌کند. دست خیراتشان است. حتی وقتی که ما به نزدیکی با استاد جورابی مرادوف در همینجا بودیم، اون کس گفتن که بینید، گفتن یک طبیب چقدر کارها رو به انجام رسانده است. همین خودش یک بهای بسیار بلند است. من عرضی سپاس میگویم از نام استاد توراев Наимҷон Гафурович. استاد، باید هر انسان پیش از همه عضو خود را احتیاط کند و وابسته به احتیاط عضوهای انسان در کتاب‌های دینی چه گفته‌ها اومده است استاد؟ در این باره اندیشه شما رو گیریم. انسان باید خودش را احتیاط کند. هر یک انسان باید سلامتی خودش را در مد اول گذارد. احتیاط کند که بیمار نشود. وقتی که تمام اعضا صحت باشد و آدم سعادتمند است. برای همان از قدیم الایام مردم ما وقتی که در سر دستارخوان است، در دیگر جای هست، دست می‌برداشتن، اول تن صحت خاطر جمع می‌پرسند. این دو نعمت است که این نایافت است. این دو نعمت، یکمش تن صحت، دومش خاطر جمع. وقتی که ما اگر در باره بدن انسان، جسم انسان اگر صحبت کنیم، هر یک جسم انسان این نعمت بزرگ است. از آن جمله مثلا من دندان، وقتی که این دندان رو میگویید این چیزی خداداد است، باید ما احتیاط کنیم. مثلا در اصطلاحات دندان پزشکی هست و دهان پزشکی هست. دندان پزشکی این تاریخی 600-700 ساله دارد. اساسا در اروپا بود. لیکن از ابو علی ابن سینا شیخ الرئیس سر کردن نگاه کنید، دیگر اون کس برای تازه نگاه داشتن دندان، تازه نگاه داشتن دهان، معالجه اون بسیار چیزها رو بیان کرده. سلامتی انسان میگن از دهان است. افسوس که مردم ما خصوصا در دیهات وقتی که دندانشون میافتد مراجعت نمیکنند. وقتی که دندانشون درد میکند میروند میگن دندان من رو کنید. این البته یک خطای محض است. باید انسان دندانش رو احتیاط کند. وقتی که انسان دندانش بیمار میشود باید به طبیب مراجعت کند. یکمش آنکه طبابت کند. مثلا همین طبابت دندان در بین مردم ما بسیار پهن نیست. یعنی مکمل آدم ها رفته دندانشان را طبابت نمی کنند. دومش اون که دندان سازی هست. بله. وقتی که انسان دندان افتد باید دندان سازد، دندان سازاند. مثلا من همین شرکتی طبی مثلا صدف با رهبری نعیمجان توراев بسیار خدمت ها میکنند. بسیار جا می رویم، همین دندان هایی که در همین جا شده است، یعنی اینها کردیان یک درجه عالی دندان میکنند. استاد ارجمند، برای همگان معلوم است که با مرور زمان با رشد تکنیک و تکنولوژی واقعا امروز شرایط با کلی فراهم است. اما سالهای قبل مثلا از جهت دینی گوییم زمانی پیامبر گرامی امون، زمانی صحابه های پیامبر گرامی امون، اون زمان ها چگونه بود؟ وقتی که با این مشکلی دچار میشدن اونها چیکار میکردند؟ مبادا در یگان کتاب ها هم اومده است. البته در بسیار آیات های قرآن خدا میگوید که من برای شما نعمت دادم، نعمت جسمتان را خصوصا احتیاط کنید. چشم، گوش، بینی، دندان، دست، پای، تمام اعضا را باید انسان احتیاط کند. اگر خودش قصداً همان یک اعضای بدن خودش به مثلا ضرر رساند و گناهکار حساب می شود. البته یک نفر آمدن پرسیدن یا رسول الله ما بیمار شویم چیکار کنیم؟ آیا به نزد طبیب رویم یا که خدا خودش شفا میدهد؟ خب رویم. نه، گفتن خدا خودش شفا میدهد در همون وقتی که انسان حرکت کند. مثلا یک انسان است که خدا نگه داره دستش شکسته است و اگر دست شکستگی و گشتن گیره و دست
میپوسد از بین میرود باید تداوا گفتن روید گفتن به نزد طبیبان دکتران روید گفتن یگان درد نیست که باید دارو نباشد دوا نباشد همه دردها به دوا هست فقط دو درد هست که باید دوا نیست یکمش پیر شدن آدم البته انسان پیر می شود تمامی موجودات روی زمین درخت است زراعت است دیگر است انسان است حیوان است همه پیر می شود دومش موت است از دنیا گذشتن است این دو درد یکی هست این به دوا نیست یکش پیری است و دومش موت است دیگر همه دردها به شفا است خصوصا دندان باید انسان احتیاط کند که وقتی که انسان دندانش باشد سلامتی وی خوب می شود معده وی خوب کار می کند وقتی که دندانش نباشد بعضی مسافرات هستند کمپیرها هستند در دیه ها دندان نمی کنند و همان اشک های سخت مثلا طعام میخورند ببینید که معده بیمار شده است یعنی انسان باید از نگاه شریعت هم از نگاه علم هم باید خودش را احتیاط کند باید سپاس وابسته به همین موضوع یک سوالی دیگر پیشنهاد میکنم من و شما میدانیم که دندان هم چند نمود میشود و مثالی صدف تیلو و دیگر خب از جهت اسلام گوییم گذاشتن کدام نوعی دندان من است در این یگان مانگی نیست مثلا بعضی ها دندان تیلا رو میگویند تیلا برای زن ها هست لیکن صحابی در سفر بودن اون کس کدام حالت پیدا شد و بینی اون کس بریده شد ولی این نفر گفتن که من بینی میسازم طبیب بودن بینی ساختن از آهن بعد چنده و آهن مثلا بوی کرد بعد گفتن که باید این از طلا کنیم چون طلا بو نمی کند دیگر نمی شود برای همون در مذهب ما همین چیز را دلیل می بیارند و می گویند که خیلی کند هیچ هم نیست لیکن بهترش صدف است اون چیزی که همان خدمت کند البته اجازه داده می شود سپاس استاد موسیقیان دارو می گویند و امروز شکرانه که هستند صنعتکارانی که اشعار شما رو ورقگردان میکنند و اون متن‌هایی رو که شما روی کاغذ آوردید از اون استفاده کرده ایستادند در ادبیات ما دو ژانر هست ژانر نثر هست و نظم هست بله نثر این چیزی که منثور میگن یعنی گوهری پاشیده است از قدیم الایام بزرگان ما از حضرت مولانا جلال الدین بلخی مولانا عبدالرحمن جامی شیخ سعدی حافظ مرزا عبدالقادر بیدل دیگر شاعران بزرگان تا شیخ کمال تا شاعران امروزه ما آنها نظم نوشتند این نظم البته یک چیزی است که به انسان ها تیزتر میرسد بعد فراموش نمی شود حتی از قدیم الایام حتی هدف های دینی ما را نظم در آوردند مثلا ای برادر از مسائل چل فریضه یاد دار تا بهشتی عدن یا به اندران روز شمار این هم فریضه ها رو به همین نظم برای فراموش نشدن میگیرند اون چیزی که مثلا به نظم در آورده شده است و به تاثیرش هم زیادتر است خصوصا امروز ما میبینیم که حافظان گذشته هم همه خصوصا در شش مقام و دیگر ژانرها البته سرود میخوانند این همان به تربیوی است هر یک سخن بیهوده نوشته نمی شود مثلا آواز انسان برای انسان دارو هست مثلا خدا میگه که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین قرآن برای شما شفا است میگه خدا وقتی که قرآن میخواند گوش میکند البته شفا میشود خدا گفته است این را کسی هیچ کس انکار کرده نمیتواند امروزه علم هم معین کرده است که اگر یک چیز را گوش کرده همان مثلا با خود قبول کند عصبش آرام می شود مثلا قرآن یا که شعر یا که موسیقی به دست شکسته دوا نیست و پوچکی شکسته دوا نیست چون وی باید جراحی کرد طبابت کرد و استخوان به استخوان پیوند کرد و چیز دیگر است لیکن این چیزها به عصب انسان به حالت روحی انسان
البته تاثیر خود را میرساند. تاثیر خود را میرساند. خصوصا از قدیم الایام قصیده ها بود. مثلا قصیده برده میگفتن، قصیده برعه هم میگویند و برای شفا میخوندن. غیر از اون در علم طبی امروزه چنانکه گفتن که موسیقی آرام، یک موسیقی باشد که آرامانه همان را گوش کند و هم شفا می شود. البته این معین کرده است. قرآن میگوید که قرآن شفا از خواندن قرآن. صوت خوش را، حتی حدیث پیغمبر علیه السلام است که آواز خوش را پروردگار هم دوست می دارد. حتی خودشان پیغمبر علیه السلام وقتی که یک آدمی که آواز خوش دارد میگفتن که قرآن خوانه. صحابگان میگفتن یا رسول الله قرآن به شما نازل شده است و ما قرآن خوانیم. میگفتن من آواز شما را دوست میدارم. یعنی این همان روحاً و هم جسم انسان هم روح انسان منفعت میبرد، سبک میشود، خصوصا وقتی که انسان با آواز خوش یک چی خواند. گواه میشود که یک آدم یک سخنی حکمت را میخواند یا میگوید، میبینید که تمام مردم توجه به همان شده است. یعنی عصب مردم در همان حالت البته آرام میشود. گاها حالت های پیدا میشود که از سخن انسان ها گریه میکنند، گاها از سخن آدم ها خنده میکنند. یعنی این تاثیر سخن همین است، خصوصا اگر با نظم باشد. وقتی که انسان یک آواز رو میشنود، حتی همین آوازی بلبل، آواز پرنده ها، آواز درخت، حتی آواز برگ درخت وقتی که شلدر شلدر میکنند، یا آواز آب وقتی که جاری میشود، همه آنها به انسان البته تاثیر خوب دارد. این همش در حکمت های حضرت مولانا جلال الدین بلخی از استاد رودکی سر کرده تا بزرگان ما، همه آنها سخنی گفتن که برای خود نگفتن، آنها برای آینده ملت گفتن. برای همین باید ما کاری کنیم که ملت ما معنویاتش بلند باشد. خصوصا کاری کنیم که با خود سوال دیم که ما برای چی به دنیا آمدیم؟ منفعت ما برای خود ما، عائله ما، اطرافیان ما، شهر ما، مردم ما چی منفعتی رساندیم؟ میگوین که اگر منفعتتان نرسد حرکت کنید که ضررتان نرسد. برای همین باید ما فکر کنیم که از ما چی باقی میمونه. مثلا از حضرت مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی باقی مانده است که امروز تمام امریکا مثنوی معنوی میخواند، از همه کتاب زیادتر این است. یا مولانا عبدالرحمن جامی، شیخ سعدی شیرازی، شیخ کمال خوجندی، همه آنها آنچه نوشتند امروز ما میخوانیم، آنها را یاد میکنیم. خیلی که دیگرها فراموش میشوند. وقتی که همین نظم باقی میماند، با آهنگ میدراید، مردم میشنوند، البته این چیزی است که برای منفعت مردم است. خصوصا غزلی که یا که شعری که در وی اگر حکمت باشد، پند و نصیحت باشد، اندرز باشد، هدایت مردم باشد، یا چنانکه گفتیم من چراغی تابان باشد، ان شاء الله وی به مردم منفعت میبخشد. در آخر من دعا میکنم که امروزه برنامه ما به مردم منفعت بخشد. ما خرسند هستیم وطن ما تنج و آرام باشد، مردم ما معنویاتشان بلند باشد. شما هم صحت سلامت باشید. استاد ارجمند، با شما سپاس. آمدن شما واقعا هم برنامه امروزه ما رو رنگین‌تر، جالب‌تر و دلنشین‌تر کرد. سلامت باشید.